سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه نان تنوری در تفتان تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 600 گرم آرد، 200 میلی لیتر شیر، 200 میلی لیتر آب، 4-5 قاشق روغن رستنی بیبوه، 1 قاشقچه دراش، 1 قاشق نمک، 1 قاشقچه شکر لازم است. در اول شیر ما ایلیق می باشد، آب هم ایلیق، شکر، نمک و دراش روغن را خوب آمیخته میکنیم تا که دراج ما آب شود. من دراج را خوب آب کردم، ایلیق آب ما، و اکنون آرد را همراه کرده خمیر میکنیم. ما هم تیار شد. من بسیارتر مشت کردم تا که نان ما خوشرو بیاید و اکنون کمتر روغن کرده برای خمیر سلافان میکنیم و در جای گرم تر 1 ساعت نگاه میداریم. من خمیری ما هم تیار شد. اکنون خمیر را به زبالچه ها تقسیم میکنیم. از سبب که لیستی من مایده تر است، من زباله ها را مایده میگیرم. شما به لیستتان نگاه کرده زباله ها را کنید. زباله ها را گرفتم. تا دم گرفتن زباله تفتان را میتسبانیم با لیستش. این زباله ها تیار شد. زباله ها را میکشونیم. بسیار کلان نیست. تخم را زردی و سفیدش را جدا میکنیم. من لیست را تسبانم به نهایت گرم است. در حرارت 120 گرادوس در 15 دقیقه گرم کردم و اکنون با پشت نان ما سفیدی تخم میمالیم. آهسته به لیست میچسبونیم. نان پر میکنیم. تخم را بر رویش میمالیم. بعضی از زنها میگویند نمکاب قطعی هم میچسبد، لیکن سفیدی تخم خوبتر است. در کنجد میپوشیم. آنمان را 5-6 دقیقه رویکی ماندیم. بعد 5-6 دقیقه چپه میکنیم. من به مدت 5-6 دقیقه نان را چپه کردم تا که سرخ شود. چگونه میبینید نان ما خوشرو سرخ شده است، تماما نغلطید، ایستاده است با تخم. نان ما خوشرو تیار شد. گو پشتی نان ما ببینیم چه خیلی شده است. پشتی نان ما مثل تنور تیار شد. به نهایت ملایم و با لذت. چگونه میبینید نان تنوری ما هم در تفتان تیار شد. به نهایت ملایم و با لذت تیار شد. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر، تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.